عرض شود که گفتن که چی شد اینطوری شد. گفت امون از زغال خوب و رفیق نه ببخشید، بذارین از رو بخونم، توپق بعدی بود اولش. این به زبون باسوادیش میشه که دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کناد، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن. من احتمالاً حاصل نفرین بعضی از معلمامم که از به قول آقای همتی فر مهاجرت حاصلم شد و از مهندسی افتادم توی مدرسه داری و علالقاده با احتساب سالایی که گذشته اون قله چی بود اسمش؟ قله حماقت رو باید گذرونده باشم و دره ناامیدی رو هم چشیدم. نمیدونم الان کجاها رسیدم و امسال سال 40 که عملاً توی کار مدرسه داری مشغول شدم. منتها رفقای قبلی همه آدمای باسواد و اهل علم و فضل و اینا بودن. من یکی کارگر بیل به دستم، بر من نام شاعر مگذارید و حرامم مکنید. من این اواخر سر پیری شروع کردم دوباره درس خوندن و فلسفه تعلیم تربیت و اینها و عملا اتفاقی که تو این سالها افتاده عمدتاً از جنس تجربه است و اگه بغلش کتابی هم خونده شده یا چیز دیگه یاد گرفتم. بنابراین امروز دلم میخواد که یه قسمتی از بحث رو بگذارم برای تعریف کردن از یه تجربه‌ای که به نظر خیلی از کسایی که باهاش درگیر بودن تجربه ارزشمندیه و بعد اون وقت بتونم یه ناخنکی انشالله بزنم، نه اثبات چیزی، چون توی این مجال کوتاه همچین اتفاقی شدنی نیست. یه ناخنکی بزنم به این که آیا این تجربه برای امروز و آینده ما هم حرفی برای گفتن داره یا نه. مدرسه های سنتی ما مثلا مکتب خونه ها یا مدرسه های تک کلاسه انگار یه نفر اون بین بوده، مدیر بوده، معلم بوده، همه کاره بوده و انگار پدر و مادر وقتی بچه‌شون رو می آوردن توی این مدرسه او یک نفر رو وکیل خودشون قرار میدادن در امر تربیت این بچه ها. حتی توی سطوح بالاتر که مثلا مدل حوزه های علمیه بوده، اونجا هم انگار شما این فرد محوری رو میبینید. یه مدرسه، یه استاد یه درسی میده. درسته که استادای مختلف دارن درس های مختلف رو میدن یا احتمالاً سبک های تربیتی متفاوت رو دارن، اما علالقاعده شاگرد انتخاب میکنه و تو محضر یکی از این استادها مینشینه و انگار با او داره پیش میره. سالهای بالاترش هم همینطوری میشه. حتی وقتی که جمع بزرگتر میشه هم شما باز با اون سبک تربیتی خاص و یه نفر طرفید. معلومه که اونجا داره چه اتفاقی میفته. انگار فرد محوریه و نیاز به یه ساختار تربیتی پیچیده‌ای، یه نظام تربیتی پیچیده‌ای نیست. بعد کم کم مدرسه های نوین آغاز به کار میکنن. طبیعتا اولش مثلا دبستانه کوچیکتر و کم تعدادتر، ولی بازم با چندین تا معلم. دیگه فرد محور نیست، اما هنوز انگار شما با یه تیم معلمین که یه برنامه مدون، یه روال منظم، یه ساختار، یه نظاممندی داشته باشن هم ممکنه که مواجه نباشید. دبستان‌ها بزرگتر میشدن، مسئله های دیگه هم پیدا میکردن، پست های جدید هم توشون تعریف میشد. یواش یواش جمعیت‌ها زیاد شدن، معلم‌ها زیادتر شدن، کم کم کار به دبستان‌های پرتعداد رسید و بعد اون وقت دبیرستان‌هایی که درس‌هاشون تخصصی شد، معلمین از همدیگه جدا شدن، معلمین تخصصی درس میدادن. مدرسه‌ها، دبیرستان‌ها خصوصاً آموزش محور شدند. فضای مدارس نوینمون این آموزش محوری، این ساختار این چنینی توش خیلی پررنگ شد و کار رسید به اینجایی که امروز رسیدیم. یه مشکلی ظهور و بروز پیدا کرده بود. انگار آموزش متولی خودش رو پیدا کرده بود. کیا بودن متولیای آموزش توی مدرسه؟ مرحبا. کی سرش بی کلا مونده بود؟ چی سرش بی کلا مونده بود؟ تکلیف تربیت نامعلوم بود. انگار تو مدارس نوینمون آموزش متولی پیدا کرده بود ولی تربیت دیگه بی متولی مونده بود. بنابراین مسئله این شد که خب ما بریم یه متولی برای امر تربیت پیدا کنیم. یه پیشنهادایی داده شد. مثلا فرض کنید که برنامه‌های پیشاهنگی مال قبل از انقلابه.
به سن فکر میکنم که هیچ کدوم از ما لابد قد نده، فقط واجبش خوندیم یا شنیدیم. برنامه‌های پیشاهنگی فعالیت‌های اردویی، تربیتی، عرض شود که کارهای تشکیلاتی، اینها بوده که توی به قول امروزی‌ها با کلاس بخوام بگم تو بستر آموزش رسمی کشور در حال اجرا بوده و حتی ممکن بود که ایده‌هایی هم برای اون بستر فراهم بکنه. همزمان با این فعالیت‌های پیشاهنگی یه نهله دیگه‌ای ما داریم. مسجد محوری رو منظورم اتفاقی که الان داره میفته نیست، فضایی که قبل از انقلاب داریم. توی نگاه‌های مسجد محوری که بچه‌ها رو برای تربیت دینی بیاریمشون توی مسجد و یه فضایی رو توی مسجد به متولیگری امر تربیت بچه‌ها، خصوصا تربیت دینی اختصاص بدیم، انگار این اتفاق داره میفته که با پیشاهنگی خیلی متفاوته. فضایی که تو مسجد دارن بهش نگاه میکنن، آموزش رسمی کشور رو به عنوان یه بستر و زمینه برای بازی خودش قبول نداره، ازش ناامیده، چه بسا حتی باهاش یه تقابلی هم داره. بنابراین دیگه برنامه‌هایی که توی مسجدها داره انجام میشه، داشت انجام میشد 50 سال قبل، غیر از نگاه آموزش پرورش رسمی بود، گاهی تقابل هم داشت. این ماجرا تا انقلاب هم، بعد از انقلاب هم ادامه داره. توی انقلاب یه چیز دیگر رو تأسیس کردیم. چی رو؟ امور تربیتی توی انقلاب تأسیس شد. مربی پرورشی پررنگ توی مدرسه، اثرگذار، با مقبولیت خوب، مورد محبوبیت بچه‌ها واقع میشه، ارتباط خیلی خوبی با بچه‌ها داره و کلاس‌های پرورشی. تا اینجا داریم چی کار میکنیم با این طرح‌ها، با تفاوت‌هایی که با هم دیگه دارن؟ داریم یه متولی پیدا میکنیم برای امر اینا. کاری به کار آموزش، درست میگم؟ یعنی مربیای پرورشی زمان دانش آموزی مسن‌ترین های ما عمدتاً کار آموزشی نمی‌کردن. اصلا یه کلاسی بود که یه نفر با امور تربیتی اومده تو مدرسه یا یه نفر آموزشی بوده اومده و انگار یه دوگانه‌ای ساخته شد. درسته؟ دوگانه بین چی و چی؟ مرحبا. انگار تعلیم جدا شد و تربیت جدا. ما 2 تا آشپز پیدا کردیم، هیچ کدوم هم زیر بلیت اون یکی دیگه نمیرفت. اینو داشته باشید، انگار معلم راهنمایی، چیزی که تو ذهن اغلب رفقای من هست، چون اسم رو حتما شنیدید، انگار تو این جمع به کدوم شبیه تره؟ به امور تربیتی. بله همینطوره. خاستگاه معلم راهنمایی البته به لحاظ سن از امور تربیتی جا افتاده‌تر و مسن‌تره، پیرتره، قدیمی‌تره. شما فکر کنید دهه 40 مدرسه علوی، مرحوم علامه کرباسچیان، مرحوم آقای روزبه، همکارانشون و بچه‌ها، خاستگاه معلم راهنمایی هم تربیت دینیه. ببینید تو این جمله که من میگم تفاوتش با بقیه پیدا میشه. متولیگری امر تربیت دینی اما در مدرسه مدرن. الان با کدوم تفاوت کرد؟ با مسجد محوری متفاوت شد. یعنی معلم راهنمایی خاستگاهش جایی بود که تو زمین آموزش پرورش رسمی مدرن کشور کار بکنه و بچه‌هایی که میخواد تحویل بده بچه‌هایی باشن که سواد روز، علم روز رو دارند، دانشگاه رفتن براش مهم باشه. دانشگاه رو با نگاهی که امروز ذره تلخه منظورم نیست، علم آموزی اگه بگم انگار بهتره. پس این براش مهم باشه، توی زمین آموزش پرورش رسمی بازی کنه، یه قطبی مقابل او نسازه. ولی انگار هنوز معلم راهنما هم توی اینجا متولی امر تربیته. انگار هنوز مسئله چی میخوام بگم؟ مسئله اون دوگانهه انگار هنوز مطرحه. حرکت کردیم یواش یواش توی این 60 و چند سالی که از ابداع طرح معلم راهنمایی میگذره و این طرح آروم آروم شروع کرده خودش رو بازیابی کردن، پختن، بازخوردهایی که گرفته رو آورده توی طراحی دوباره وارد کردن. از اون نقطه اول که تعیین متولی تربیت بود، کم کم پیدا کردیم، امروز انگار برای هممون واضحه که راهنمایی رسالت کلیت نظام تربیتیه، نه مأموریت یک نفر توی مدرسه. دارم به کی اشاره میکنم؟ به کدوم طرح؟ انگار به مدل امور تربیتی که هر چقدر مربی امور تربیتی قوی باشه، انگار تو خاطرات ماها این است که یک نفر آدم، 2 نفر آدم مربی تربیتی هن، مثلا معاون تربیتی هن، یه اسمی هم براشون دست و پا کردیم، خیلی اثرگذارن ولی این یک نفرن.
اینطور نیستش که انگار کل مجموعه خودش رو متولی امر تربیت بدونه. کماکان آموزش بعضیا، تربیت بعضیا، یه جمعیتی هم هستن که به هیچ کدوم اینا کار ندارن. مثل کی؟ ناظم، امور اداری و دفتری، معاون آموزشی یکی از متولیان امر آموزش دیگه، نیروهای خدماتیمون. خب کم کم حس کردیم نه، نمیشه یک نفر تربیت رو به عهده بگیره. انگار که باید یه تیم کار کنیم، انگار باید بریم سراغ تیم. یواش یواش این برامون هی پررنگ شد که این دوگانه‌ای که ساختیم که تعلیم و تربیت هم برای ما سازگاری نداره. ما انگار با 2 تا آشپز نمیتونیم آش بپزیم. بله میشه که چند تا آشپز داشته باشیم با یه دونه مرحبا ولی نمیشه 2 تا آشپز مستقل هر کدوم یه کاری بکنن بعدم ما یه دونه آش بپزیم. بنابراین یواش یواش این دوگانه انگار هی کم کم شکست. امروز توی زبان همکارا و رفقای جوانتر ما تعلیم و تربیت همه جانبه جای مدرسه آموزش محور رو گرفته و اگه یکیمون بخواد جست بگیره باید ادعا کنه که کاری که من دارم میکنم به همه ساحات تربیت اشاره داره، دارم به همش فکر میکنم. این حرکت هایی که اتفاق افتاد ما رو رسون به این که یه تعریف جدیدی، یه کارکرد جدیدی باید از معلم راهنما ارائه بکنیم. اون جمله پایینی صفحه رو میتونید بخونید؟ پس پیداست. هدایت اعتقادی، راهنمایی در کسب دانش. توی مربی تربیتی این نبود، اولی بود فقط. کسب مهارت‌های شغلی، اینم مربی تربیتی نبود. و مراقبت تربیتی. 1-2 تا چیز دیگه من دلم می‌خواست بنویسم دیگه جا نداشته. به نظرم اگه این 1-2 تا رو می‌نوشتم دیگه چیزی نمیموند مگر اینکه اینجا نوشته بودیم. فیل بزرگی هوا شده بود. البته کماکان اسمش معلم راهنما بود ولی دیگه یه نفر آدم نبود. چی باید باشه این معلم راهنما؟ انتظار داریم که چی کاره بشه؟ چه نقطه‌ای بیسته که بتونه پیش بره؟ معلم راهنما مهمترین کاری که باید میکرد این بود که مسئول و متولی همه امور بشه. همه مسئله های بچه ها. ارتباط، از آخر دارم شروع میکنم، ارتباط با خانواده ها. اما دیگه نه به معنای گزارش دادن صرف، ارتباط مؤثر، چون قرار بود تیم شیم. ارتباط با همه ارکان مدرسه، معلمین و بقیه. و انگار اونی که از همه اینها جلوتر باید باشه طراحی این نظام تربیتی. این آدم ویژگی‌های خاصی باید داشته باشه که اون ویژگی‌ها باید در خدمت چی قرار می‌گرفت؟ این تیم رو بتونه مدیریت بکنه. انگار کم کم جایگاه جدید معلم راهنما رو پیدا کرده بودیم. ویژگی‌های خاصی بودن و توانمندی‌های خاصی بودن. معلومه همین اینی که الان اینجا داریم می‌بینیم یکی از چالش‌های پررنگ رو برای ما نشون میده. ما تأمین همچین نیرویی برای مدرسه فوق‌العاده برامون سخته. تربیت همچین نیرویی هم خیلی سخته. 2 تای پایین صفحه رو نگاه کنید، هممون خوب میفهمیم. و هر نیروی ارزشمندی که ما پیدا میکنیم بلافاصله خواستگار پشت درش میسته. از شرکت‌های مختلف، سازمان‌های مختلف، وزارت‌های مختلف. از قضا خیلی وقتا یکی از رقبای عشقی ما برای گرفتن این نیروی ارزشمند خود وزارت خونه‌مونه. یعنی معلمین ارزشمند ما رو توی مدرسه خیلی وقتا وزارت خونه میاد و میذاره تو جیب ساعتیشو با خودش میبره. ما با چالش‌های مفصلی روبرو بودیم. اینا رو کسیمون رد نمی‌کنه. مکس می‌کنم که یه بار جمله‌ها رو ببینید. حرف اینه که حالا با وجود این چالش‌ها آیا این نظام برای ما حرفی هم داره واسه گفتن؟ من عرض کردم تو نقطه اثباتش نمیتونم قرار بگیرم. اما میخوام بگم که این سوال انگار الان وقت بررسیشه. بیش از این که ارزش بررسی داره، نه. وقت بررسیشه. ممکن بود 30 سال قبل، 40 سال قبل هنوز وقت بررسیش نشده باشه. تو عرایض بعدی معلوم میشه. اولا که صرفاً قدیمی بودن چیزی رو از رده خارج نمیکنه. این قبوله. ما اگه موقعی که داریم یک بنایی رو میسازیم به کارکردش، به وظیفه‌ای که باید انجام بده، به نیازی که هست، اگه به اینا فکر بکنیم، احتمالاً سازه‌ای که ساخته میشه، بنایی که ساخته میشه، بنای پابرجایی میمونه. حتی برای شرایط متفاوت. اول که ساخته میشد اسمش چی بود این؟ شهیاد. قرار بود یاد شاه رو بیچاره زنده نگه داره.
قرار بود یه نماد باشه. اما اونی که طراحی کرده بود توی نمادهایی که تو این نماد کلی میخواست استفاده بشه، یکمیش تو عکس پیداست، بیشتر از اون رو هم لابد شما میدونید، تو اینها دونه به دونه کار کرده بود. لذا وقتی اسمش شد برج آزادی به نظر ما عجیب نیومد. لذا توی ماجراهای انقلاب عکس‌هایی ما داریم که مردم عکس امام رو برداشتن بردن بالای این برج رو نصب کردن و برای اون سازگار شده. الان یکی از مرکزهایی هست که کار فرهنگیمون ما میریم دور و بر او انجام میدیم. میشه که خودش رو با زمان وفق بده و جلو بیاد، میشه که سازگار بشه. فکر میکنم که الان یه اشاره‌ای بکنیم، بنده سوادش رو ندارم، اینجا رو پرسیدم و نوشتم. احتمالاً رفقای ما که صنایع خوندن، مدیریت خوندن، تحلیل سیستم ها خوندن باید به دادمون برسن. یه جایی بهمون بگن که یه سیستم کی اثر بخشه. کارایی معنای غیر اثر بخشی داره. کارایی بیشتر انگار مقایسه هزینه فایده است یا اینکه منابع رو چطوری صرف کردیم تا به نتیجه برسیم. اثر بخشی اون کلمه وسطی است. چقدر اهداف ما محقق شدند. سعی کنید این چند تا رو به خاطر بسپرید. بعد یک دو تا خاطرم بگیم و من دیگه سرتون بیشتر از این درد نیارم. یه سیستم باید با مبانی و ارزش‌های اصل کاری بالا دستیاش باید بتونه انطباق داشته باشه. باید انعطاف پذیر و سازگار باشه و الا وقتی زمان میگذره نابود میشه. از یه رو میخوایم ثبات داشته باشه. ثبات انگار توی مبانی، تو شاخص‌های کلیدی. از روی دیگه میخوایم که پویایی داشته باشه. کجا؟ انگار تو ابزارها، تکنیک‌ها، روش‌ها. کیفیت خروجیش برامون مهمه. ذی‌نفعان این سیستم رضایتشون برامون مهمه و الا سیستم خواهد پاشید، پیر خواهد شد. و این سیستم باید بتونه خودش رو دائم نوسازی کنه. برگردیم به معلم راهنمایی. ببینیم از این سیستم با همین سرعتی که من گفتم، از اون اثر بخشیه چیزیش رو با خودش آورده یا نه. چند سال این نظام داره کار میکنه؟ 60 و چند سال. معلومه که زنده مونده. انگار توی این هم یه قدری دوام پیداست، هم سازگاری. این سیستم توی مدرسه های مختلف غیر از شود که زادگاه خودش، غیر از مدرسه علوی، تو مدرسه های مختلف هم اجرا شده با تفاوت هایی. حتی تو مدرسه هایی که به لحاظ مدل دینی با مدرسه علوی متفاوت بودن، اون فضای گزینشی که اونجا بوده رو نداشتن و امثالهم. بیام از مدرسه بیرون، این آقای دبیر خودمون، دبیر چیو میگم؟ بله، علیرضای دبیر. جمله رو ازش حتما شنیدید. گفت به من آقا گفتن که وقتی میری باید براشون پدری کنی. برای کیا؟ برای کشتیگیرا. شما این حس پدری رو تو اون تعریف معلم راهنمایی حالا پیداش میکنید. انگار فضایی که ما بهش میگیم مدیریت جهادی یه نقطه های مشترکی با این امر داره. من نمیخوام بگم اینا کپی برداری از اون مدل معلم راهنمایی اصلا. میخوام بگم انگار مبانی مشترکی داره پیدا میشه توی این نگاه. انگار فضای اداره دوره دفاع مقدس این ماجرا تو شبیه. شما نگاه کنید محبت زائد الوصفی که بین مثلا شهید همت و بچه هاشه، اون ارتباط عمیقی که هست. و بعد این که یک فرمانده فقط اونجا فرماندهی نمیکنه بگه من مسئول این حوزه‌ام، به بقیه حوزه ها کاری ندارم. او انگار زندگی داره میکنه با بچه هاش. دکتر چمران یه عکس داره، عبا دوششه و قاطی بچه‌هایی که دارن آماده میشن توی اردوی برای خواب نشسته. دیدید عکس رو؟ اینو به راحتی تو اینترنت پیدا میکنید. همین الان اگه داشته باشید، جزو معدود عکسایی هست که از لبنان داریم. همین دکتر چمران وسط بچه‌ها با عبا عکس پیدا میشه. شما این حال پدری رو میبینید. برم یه قدم جلوتر، تو مدرسه های عملی که دکتر چمران بهشون وارد شد، یادگار امام موسی صدر، شما اونجا چندین ساعتی بودن تربیت رو هم میبینید. فقط اونجا درس نیست، فقط تربیت اخلاقی نیست. شما کار فنی میبینید، هنرستان میبینید کنار کارشون. شما تربیت سیاسی و اجتماعی میبینید. بعد از عمل حزب الله رو همینطور میبینید. توان مدیریت این بچه‌ها اضافه شده. تو زیبایی شناسی که خود دکتر چمران اصلشه و او تو مدرسه ساری و جاری این روحش و دیگر ساحات تربیت. آخری رو گفتم براتون، بازی تو زمین آموزش پرورش و همینی که موندگار شده. علاقمندی و همراهی مخاطبانم معلومه. میبینیم اقبالی که به این مدل هست
از طرف بچه‌ها و از طرف پدر مادرها. خروجی تو این اسلاید نیست ولی نتیجه خروجیش هم قابل محاسبه است. هزار باره بگم در پی اثبات نیستم. یک نکته رو میخوام عرض بکنم. امروز به خوبی قابل اندازه‌گیریه. چیزی که الان دست ماست و من فکر میکردم که از این حیث از قضا باید خدمتتون برسم، این وسطیه بوده. اتفاقی که توی این 10 سال اخیر به ما اضافه شده تولید علم از این تجربه. یعنی ما به عنوان یک نظریه با معلم راهنمایی طرف نیستیم که هنوز به عمل نزده باشیم و پیش بینی نتونیم بکنیم اتفاقاتی که میفته. توی این سالها که پیش آمدیم آرام 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 تجربه های اندوخته شده و انباشته شده. توی 10-12 سال اخیر این تجربه ها کشف شده، بازخوانی شده، مصاحبه های انجام شده و اینها مدون شده و نوشته شده با مثال های فوق العاده متعدد و کاملا اجرایی و طبیعتا مطالبی که دیگه لازم نیستش که اونطوری علمی باشه که برای خیلی از مخاطبینش خسته کننده به نظر بیاد. پر از مثال و قصه و داستان و تعریفه. فکر میکنیم که الان میشه این سیستم رو اندازه‌گیری کرد. اونایی که باهاش کار کردن همشون نه، ولی بعضیا معتقدن که این سیستم فقط برای مدرسه های با یه مدل مذهبی خاص و مثلا گزینش پروپیمون نه، ممکنه بشه با تغییراتی برای بوم کشور ما هم حتی اجرا بشه. امیدوار بودم که بتونم این سوال رو برای همکاران خودم که فکر میکنم که از اثرگذارای تعلیم تربیت هستیم و انشالله خدا عمر بهمون تا زنده ایم تو این مسیر بمونیم، این سوال رو بسازم که برگردیم یه بار ببینیمش. الان این مدل مطالعه پذیره، کتاب‌های متعدد راجبش نوشته شده. دیگه این نیست که توی یه مدرسه دربسته باشه و ازش خبر نداشته باشیم. 2-3 دفعه دعا کردم خدا انشالله که اونایی که دوست دارن از جمله خودم تابوتمون رو هم از مدرسه روونه کنه. یا علی.